بله سلام نمیمونه بالکل ما اینا رو پول دادیم پیسه دادیم مسافر دادیم زمانم محمد نظیر د تخار ولایت ینګي قلعه ولسوالۍ دغه کسانان چې ویني دلته راټول شوي حضرت قشلاق عمر خیل علاودین حاجي قشلاق حاجي معزالله حاجي نادر چې دا شپږ کلي سپین ږیري ټول ځوانان دلته راټول شوي دي د دې لپاره چې دغه خلکو بېوزله بېکسو نادارو چې یو لیس حویلۍ هم نه لري دوی پیسې ټولې کړې نمایندګان یې ونیولو د دې لپاره چې دغه ځنګل امارت اسلامي چې غواړي دغه ځنګل تقسیم کړي خلکو ته په اجارې باندې ورکړي نو دا خلک آماده وو چې حکومت هر طرز العمل لري موږ ورته آماده یو او موږ پیسې ټولو دولت ته تحویلوو مردم شما به خاطر اینمی زمین اجاره دهی برای قاریالین پیسه دادین یا ندادین؟ تذکره دادین یا ندادین؟ امروز در قبال شما این چی کار میکنن؟ خیانت کرده! امروز خیانت کرده در حق مردم به خاطر حق و حقوق همین ملت جمع شدیم که حق و حقوق حق ما تلف شده مدت 30 سال میشه که اینی عرایضای متعدد که در 30 سال ما را از چنگ غاصب ظالم کسایی که این ملک اماراتی را میخواستن غصب کنن جنگلات قطع کنن مالچر مردم را به زمین تبدیل کنن ما ایستادگی کردیم در هر شرایط و در هر حکومت عریضای متعدد داشتیم که اینی اوراقا به دست ما است ما در وقتش آقای صاحب نظر آقای صاحب محمد امیر پدر قاری محمد عالم مرحوم ارباب قدوس مرحوم ارباب غلام احمد مرحوم ارباب گل آقا این مردم ها نمایندای ما مردم بود ما برای از اینا در هر شرایطش پول و مصرف رفت آمد طالقان و قندوز و کابل از اینا را آماده میکردیم اینا در مقابل غاصبین ادعا میکردن که الحمدلله همین ساحه ملک اماراتی را تا به امروز ما در پهلوی دولت به همکاری دولت حفظ کردیم نگاه کردیم قاری صاحب محمد عالم یک تن از جوانان تحصیل کرده قریه و مرخیل از قوم خود ما مدت 20 سال پدرش نماینده ما مردم بود 5-6 سال میشه که خودش نماینده ما مردم است در ارتباط جنگل ما مردم پول مصرف کردیم برای ازی پیسه دادیم از دنبال ازی آدم رفتیم به همراه غاصب جنجال کردیم به خود مشکل خلق کردیم امروز این آدم ما را گول زده فریب کرده که ما نماینده شما هستیم جنگل با شما 6 قریه قرارداد میکنیم فرمش که از وزارت برآمده به دسترس ما قرار گرفته یک تعداد اشخاص و افراد این فرم شما اگر دقیق مطالعه بکنین یک تعداد اشخاص و افراد فیودار پیسه‌دار طلادار قدرتمند از بدخشان از قندوز از تخار از ولسوالی‌های دیگه آورده بالای قوم خود بالای مردم غریب و بیچاره خود حق و حقوق اینا را قرارداد کرده زمین میخواد به نفع وا بگیره 6 قریه در اینجا سهم داره درست است که زمین از امارت است اما ما ملت همی امارت هستیم ما دم خاک زحمت کشیدیم مصرف کردیم عذاب و هوای ازی تنفس کردیم خواست ما از حکومت است که زمین حق اولیت ما مردم بوده ما 6 قریه اینمی زمین میریم در داوطلبی ما را این مردم خبر نکردن کار خودسازی کردن شما سیل بکنید در این ساعت درختها معلوم میشه اینجا مالچر از مالای مواشی ما میچره دم اعلا کنیم اون مالای مواشی ما میچره که از نگاه قانون و اصول علفچر و جنگلات این به هیچ وجه جواز نداره که زمینی که درخت داشته باشه بوته داشته باشه مالچر باشه او را به زمین زراعتی تبدیل کنی قانون امور زمینداری ایجاب میکنه که زمین سنگلاخت و بکر و لامزرو و سنگلاخت یگان دریاخانه را باید اجاره بکنی بازم اگر حکومت را لازم میبینه چون ما اینجا زحمت کشیدیم ما خود ما اجاره میگیریم میریم داوطلبی میکنیم اگر قاریالیم با جریب 2000 گرفتیم ما با جریب 5000 آماده هستیم از تلخی روزگار مجبور هستیم که اینمی حق و حقوق خودمان اجاره بکنیم
صاحب شما امروز به خاطر چه آمدین همینقدر مخلوق جمع شده؟ به خاطر خیانت قاری عالم که در اینجا برادر عمیق ما شخصا خود ما برادر قطعی ما پیسه جمع کردیم ولی قاری صاحب عالم دادیم. قاری صاحب عالم برادر دیگه کسا را با خودش برادر با پیسه ما مردم امر آورده ولی با خودش تبدیل میکنه با قامای دیگه تا گجرات دیگه همه تبدیل میکنه. برادر با پول ما مردم قطعی برادر نه